تو قسمت اول آموزش پودر دستساز رو براتون گذاشتم و گفتم که پودر دستساز ترکیبی از 700 گرم گچ روکار ساختمانی و 500 گرم سیمان سفید و 600 گرم پودر سنگ است. و تو قسمت دوم آماده سازی ملات با پودر هنری رو براتون گذاشتم که فقط ترکیب پودر و آب لازمه و هیچ ماده دیگه لازم نیست. ولی برای استفاده از پودر دستساز، برای ساخت ملات با پودر دستساز ما احتیاج داریم به ماده‌ای به نام رزین روان کننده یا رزین آلفا یا رزین بر پایه کربوکسیلات. نحوه استفاده از رزین آلفا به این صورت هستش که به ازای هر 100 گرم آب 1 تا 4% رزین روان کننده لازمه. این درصد بستگی به سبکی یا سنگینی آبی داره که استفاده میکنید. در حالت معمول به ازای هر 100 گرم آب 2 گرم رزین روان کننده استفاده میشه. خب من برای اون حجم از پودری که آماده کردم، یعنی 700 گرم گچ، 500 گرم سیمان و 600 گرم پودر سنگ که جمعاً 1800 گرم پودر بهمون داد، احتیاج دارم به 540 گرم آب که به ازای هر 100 گرم پودر ما 30 گرم آب لازم داریم. برای پودر دستساز به ازای هر 100 گرم پودر دستساز 30 گرم ترکیب آب و رزین احتیاج داریم. برای اون حجم از پودرمون که 1800 گرم بود 540 گرم ترکیب آب و رزین نیاز داریم. پس 530 گرم آب میریزیم و به ازای هر 100 گرمش 2 گرم رزین روان کننده به آبمون اضافه میکنیم. پس 530 گرم آب اضافه میکنیم و 10 گرم رزین روان کننده رو به آبمون اضافه میکنیم. شما کلا میتونید که ترکیب آب و رزین رو بیشتر هم آماده کنید به اندازه نیاز روزانه‌تون. مثلا 1 لیتر 1000 گرم آب رو با 20 گرم رزین روان کننده ترکیب کنید و دم دستتون داشته باشید و طی روز ازش استفاده کنید. و گفتم که به اندازه نیاز روزانه‌تون میتونید ترکیب کنید و دم دستتون آماده داشته باشید. حالا من برای این قالبم میخوام با پودر دستساز و ترکیب آب و رزین ملات آماده کنم. اول 90 گرم ترکیب آب و رزینم رو داخل ظرفم ریختم. حالا برای مقاومت بیشتر میتونم الیاف پروپیلن هم اضافه کنم. بعد 300 گرم پودرم رو به ترکیب آب و رزینم اضافه کردم. ملاتم رو خوب هم میزنم. البته هم زدن ملات همونطور که تو قسمت دوم آموزش گفتم باید آروم هم بزنید تا حباب کمتری ایجاد بشه. بعد ملات رو از فاصله 30 40 سانتی از بالا به صورت سوزنی ملاتمون رو داخل قالبمون میریزیم. این فاصله و این مدل ریختن که به صورت سوزنی هست خودش باعث میشه که اگر حبابی توی ملاتمون باشه برطرف بشه. رزین روان کننده ای که ما به ملاتمون اضافه میکنیم، به آبمون اضافه میکنیم، باعث میشه که ملاتمون روون بشه و حتما واجبه که از رزین روان کننده استفاده کنیم برای پودر دستساز. برای پودرهای هنری لازم نیست، چون پودرهای هنری تو ترکیباتشون رزین پودری دارن. ولی برای پودر دستساز واجبه که حتما از رزین روان کننده استفاده کنیم وگرنه ملاتتون سفت میشه. خب بعد از اینکه سازمون خودش رو گرفت، نیم ساعت به سازمون اجازه میدیم، 20 دقیقه تا نیم ساعت اجازه میدیم تا خودش رو بگیره و بعد از قالب در میاریم. میتونید دور قالبتون رو هم، دور سازتون رو با یه کاتر یا چاقو تمیز کنید تا تیزی لبه کار گرفته بشه. پس رزین روان کننده برای روان شدن ملاطه و برای پودر دستساز گفتم که واجبه و نمیشه حذفش کرد.